در جامعه محافظه‌کار عربی تعمیر ماشین شغل سنتی مردها به شمار می آید. ولی خانم بلقیس بدون تردید به این پیشه مردانه مشغول است. بلقیس بنت هانی 34 ساله با هنر تعمیرگری ماشین ها در قسمت شمالی اردن نام برآورده است. بلقیس تنها ماشین زنها را تعمیر می کند. او صاحب عائله و 2 فرزند است، ولی خویشاوندان به او کمک می کنند که هم به عائله برسد و هم کارش را ادامه دهد. بسیاری ها گمان دارند که مکانیک یک کسب صرف مردانه است. من به آنها گفتنی هستم که فرق ندارد این کار را مرد انجام می‌دهد یا زن. من جانبداری نیستم که زن کاملا از مرد مستقل باشد. بعضی ماشین های هستند که در تعمیر آنها من از کمک مردان استفاده میکنم. این به عادت و عنعنه های ما هیچ مخالفت ندارد. بین الرجل و المرأة هذا مش تحدي لا للمجتمع ولا تحدي للعادات والتقاليد احنا موجودين فيها. بلقیس میگوید کارخانه‌اش تیر ماه سال 2017 باز شد، ولی به زودی مشتری زیاد پیدا کرد. زیرا او یک مکان امن را برای راننده های زن تشکیل کرده است که در آن حضور مرد ضرور نیست. هاي ثالث مرة باجي والحمد لله إني كنت أول يعني زمان قبل ما يفتح هذا الكراج. من چندین دفعه به اینجا آمدم و از مشتریان اولین این استخوانه هستم. الحمدلله که چندین دفعه ماشینم خوب تعمیر شده است. در اینجا تا تعمیر شدن ماشین در یک جا نشسته راحت کردن ممکن است. واجي والحمد لله وارتاح في مكتب أقعد فيه. بلقیس امیدوار است که تعداد بیشتری زنان اردنی توسط کورس‌های تعلیمی استای ماشین و سرگرم کسب‌های دیگر می‌شوند و به این وسیله مسئله بیکاری زنان نیز تا حدود حل خود را پیدا می‌کند.